کاوه مدنی لاریجانی، دانشمند، پژوهشگر و فعال محیط زیست ایرانی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران و به مدت 1 سال نایب رئیس مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد بوده است. وی استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن است و در جوامع علمی بین‌المللی به سبب کمک بنیادی جهت تصمیم‌گیری مدیریت منابع آب مشهور است. دکترای خود را در رشته مهندسی عمران محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا دریافت نمود و پس از آن دوره پسادکتری خود را در رشته اقتصاد و سیاست محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا گذراند. وی دارای جوایز متعدد از جمله دایره برترین دانشمند جوان اتحادیه اروپا، چهره نوین مهندسی عمران انجمن مهندسی عمران آمریکا، دانشمند برتر آکادمی علوم نیویورک، شوالیه دانشگاه فلوریدا، دانشمند جوان برجسته اتحادیه علوم زمین اروپا و جایزه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا است.